رفتیم سر کردیم اومدیم وای خرد و خروکش همه بهترین حرمت میکردن پیشواز میگرفتن بسیار خوب همه جور طواف کردیم تو کوی کوت تو مسجد حرام مسجد تو همه جا به ما سر سردار مشت بیایش رفتیم انا سان فرسوی کوی جبیل رفتیم سان کوی رحمت رفتیم بعد با وای رفتیم سری یک کوی بلند که باید آدم تا آدم میشه اونجا رفتیم نه عرفات هم یک کوی رحمت یک کوی رحمت با یک جای دیگر رفتیم 5 جای دیگر برفتیم حج به عذاب نمیشود با وجود این هم من با یکدیگر با دستگیری یکدیگر اندر یکدیگر یاردم کرده همه حج و الهی قبول شده باشد ما راضی از همه چیز راضی هستیم. ما شرط شرایط انسان در حج خیلی گذاشتیم. این شرط شرایط ها نه اینکه برای ما وضعی بود برای تمام حاجی های جهان وضعی بود لیکن گرمی هوا نوبت برای آشخانه نوبت برای حرم نوبت برای دیگر لیکن همش من گذاشت خدای تعالی حج ما قبول کرده باشه. خدا پروردگار قبول کنه خدا همه که تاجیکستان ما 5 آباد باشد همه که آسمان صاف باشد همه که خوش خرسندانه حج روند بیاین فرزندان ما هم با همه که حج کنند خدا همه زمان 5 باشد سری و کلی باشد سلامتی سری همه فرزندان همه یعنی تاجیکستانی ما ببرد نظر خبری prezidenti ما سرور دولت مولوی رحمان بیسون شکر همین شرایط ما با نگاه کرده است ما رفته اومدیم این چیزی که صبر است صبر کردیم ما خدا با شکر رفته اومدیم بیسون شکر ما رحمت السلام علیکم همدیگران عزیز برادران مهربان و پدران مادران و همه این حاجیان در اینجا حضور دارند خیر مقدم به این وطن محبوب که بسیار در این سفر حج بسیار ما لذت بردیم بسیار تمام هستی همین هستی چیزی که در شریعت زندگی هست این رو دیدیم با چشم سر واقعا قیامت زنده رو دیدیم که بسیار حاجیان محترم همه رو دیدن بسیار درجه بالا بسیار بهترین نعمتی که خداوند برای این بندگان نصر گردان موفق گردان و ما سپاسگزار هستیم از حکومت جمهوری علل خصوص از محترم پیشوای ملت جناب عالی که برای این حاجیان محترم ما این را غریق نداشتند که زیاده از 6000 حاجیان این روز نصیب شد این رفتن و این همه کسا در این وطن به نهایت وطن محبوب که در روی عالم خیل نیست کعبه معظمه و مدینه منوره که بسیار درجه بالا را ما دیدیم حقیقتا و خواهان او را داریم که و این همدیاران ما یار و دوستان ما و تمام هم کشوران ما این روز نصیب کند و این را همه کسا روز شود که همین روان زیارت کنند. Thank you.